در این ویدیو به پس پردازش کینماتیک یا PPK نگاهی عمیق‌تر می‌کنیم. شبیه RTK از مشاهدات دو گیرنده GNSS برای رسیدن به دقت سانتیمتری استفاده می‌کنه. یکی از این گیرنده‌ها استاتیک کار می‌کنه که بهش گیرنده بیس میگیم. گیرنده دوم رووره که آزادانه حرکتش میدیم. فرق اصلی بین PPK و RTK در زمان اعمال تصحیحات و رسیدن به دقته. برای رسیدن به دقت آنی در مود RTK تصحیحات هم آنی در حین اندازه‌گیری اعمال میشن، در حالی که در PPK خطاها پس از جمع‌آوری داده‌ها حذف میشن. در مود PPK هنگام عملیات نیازی به ارتباط بین روور و ایستگاه بیس نیست. فقط لازمه که داده‌های خام ماهواره‌ها ذخیره یا لاگ بشن تا بتونین اونا رو در پس پردازش استفاده کنین. این تکنیک به طور گسترده‌ای در نقشه‌برداری با پهپاد و نقشه‌برداری زمینی و کاداستر استفاده میشه. این روش زمان زیادی رو در آماده سازی میدانی صرفه‌جویی میکنه و به شما اجازه میده که در منطقه وسیع‌تری که مشکلات بیشتری هم داره نقشه‌برداری کنید. همچنین PPK روشی مطمئن‌تر و ساده‌تر برای انجام کاره، چون لازم نیست دائم نگران ارتباط پایداری بین بیس و روور باشید. به علاوه PPK اجازه بیسلاین‌های طولانی‌تری رو میده و به طور مثال در این گیرنده RTK میتونه تا 60 کیلومتر و PPK تا 100 کیلومتر فاصله رو کار کنه. هر دو گیرنده داده‌های خام GNSS رو در تمام مراحل عملیات ذخیره میکنن و این داده‌های خام شامل مشاهدات بدون هیچ پردازش و محاسباتی هستند. وقتی کار تموم شد، داده‌های ذخیره شده هر دو گیرنده باید توی کامپیوتر برای پردازش بعدی و رسیدن به دقت سانتیمتری تخلیه بشن. یادتون باشه که همیشه به گیرنده بیس خودتون هم احتیاج ندارید. در شرایط وجود سامانه‌های ایستگاه دائم مانند سامانه هدای سازمان نقشه‌برداری میتونید از فایل‌های راینکس اونها که همزمان با عملیات شما باشه استفاده کنید یا مثل سامانه شمیم آپلود کنید. پس پست پروسسینگ کینماتیک یا PPK یک فناوری آفلاین تصحیحاتی که به طور گسترده‌ای در نقشه‌برداری و به خصوص در پهپادهای فوتوگرامتری برای رسیدن به دقت سانتیمتری استفاده میشه. و همچنین میتونه به عنوان پشتیبان ریل تایم کینماتیک یا RTK در پروژه‌های نقشه‌برداری باشه. همانطور که اشاره شد، PPK نیازی به ارتباط بین روور و ایستگاه بیسش نداره و گیرنده متحرک داده‌های خام رو به طور مستقل ذخیره میکنه و ایستگاه بیس هم به صورت دقیق‌تر همین کار رو میکنه. وقتی کار تمام شد، تصاویر و داده‌های GNSS به کامپیوتر تخلیه میشن و پردازش PPK انجام میشه و به مختصات دقیق چند سانتیمتری مراکز تصاویر میرسید. PPK به دلیل انعطافی که داره شعاع بزرگتری از عملیات رو اگر کاهش دقت چند ثانیه مهم نباشه تا حتی بیش از 50 کیلومتر میسر میکنه. در بردهای طولانی و مناطقی با مقیاس وسیع در کاربردهای مانند پایش خطوط انتقال، راه و مسیر ریلی، پالایشگاه، نفت و گاز و خط لوله، بهره از PPK بهترین انتخابه.